بسم الله الرحمن الرحیم. سوره سجده که هست سوره مکی هست و این نامش سوره سجده گفتن به خاطر از اینکه در بین ازی سجده هی آمده است، سجده آمده. و مکی به خاطری را میگن که در مکه مکرمه نازل شده و هی 30 آیه، 30 آیت داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیه. در اول ازی الله متعال نزول قرآن عظیم شان از جانب الله تایید میکنه، میگه تنزیل الکتاب، نزول این کتاب که است، لا ریب فیه، در روی هیچ شک نیست که این کتاب من رب العالمین است، از جانب رب العالمین است. ام یقولون افتراه، آیا اینا میگن که افترا کرده، اینو دروغ ساخته پیغمبر؟ ام یقولون آیا میگن که افتراهو، این افترا کرده یا دروغ ساخته؟ بل هو الحق من ربک، بلکه اینمی قرآن که است حق است، کتاب توحید است، من ربک، از جانب رب تو هست. لتنذر قوما، تا بترسانی قومی را که ما آتاهم من نذیر من قبل، که قبل از تو پیش از اینا کدام ترساننده نبود. این از زمان اسماعیل علیه السلام به بعد یا دیگه آیسته آیسته به طرف شرک و گمراهی رفتن. لعلهم یهتدون، شاید که اینا هدایت شوند. برشان بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی کو الله را، بگو الله الذی، او ذات است که خلق السماوات والارض، خلق کرده آسمان ها و زمین و ما بینهما، و آنچه که در آسمان و زمین است، فی 6 ایام، در 6 روز. ثم استوى علی العرش، سپس الله استوا نمود بر عرش. استوا معنایش قرار گرفتن است، الاستوا معلوم، و کیفیت استوای الله بر عرش ای مربوط غیب است و کیفیتش مجهول است، غیب است. ولی ایمان به واجب، ایمان به واجب است. ما ایمان داریم آنچه که در قرآن آمده امیر قبول داریم. و سوال عنه بدعت، در مورد مسائل غیبی زیاد بحث کردن این بدعت است. الله متعال بر ما و شما چند نعمت داده، این نعمت ها را باید بفهمیم. یکی نعمت چی است؟ برای محسوسات حس برای ما و شما داده. برای درک محسوسات نعمت حس است. برای درک معقولات الله برای ما و شما عقل داده. چیزایی که تحت تاثیر عقل است، معقول است، عقل داریم، از این استفاده میکنیم. برای معلومات علمی و ساینسی الله متعال برای ما و شما تجربه را داده. در علوم تجربی از علوم تجربی استفاده میکنیم. محسوسات است، معقولات است، تجربیات است. برای مسائل که تصدیقیات است الله بر ما و شما نعمت قلب داده که اقرار به زبان میکنیم و تصدیق به قلب میکنیم. و برای غیبیات الله متعال وحی فرستاده. باز ما غیبیات توسط حس و عقل و ایگپا در کرده نمیتونیم تجربه، بلکه مربوط به غیب میشه. آل در قسمت استوای الله که مربوط غیب است، اینم قدر گفته که ما شما غیب نمیفهمین، حستان از زامت نتین، عقلتان از زامت نتین. در این قسمت تسلیمی هست. پس از این خاطر علما میگن که در مسائل غیبی جر و بحث کردن و بحث‌های عقلی و منطقی در این راستا، ای چون عقل ایره درک کردن نمیتونه، بناهن سوال کردن در این قسمت بدعت است. فقط آنچه که در قرآن است، سنت است، تسلیم هستیم در مسائل غیبی. ما لکم نیز برای شما من دونه بغیر از الله من ولی کدام دوست، ولا شفیع، و نه هم شفاعت کننده. الله که نخواهی نه کسی دوستی با تو کرده میتونه و نه شفاعت تو را کرده میتونه، حتی پیغمبر. چرا شفاعت حق الله هست و این حق خدا بعضی اوقات برای بعضی از بنده های خود میده. مالک شفاعت و حق شفاعت مربوط الله هست. افلا تتذکرون. یک شاگرد یک روز گفت که استاد همین شفاعت چطور الله حق الله هست برای مخلوق میده؟ ما گفتم این آسان است. همین حاضری گرفتن کسی حق استاد است. کی را حاضر کنه، کی را غیر حاضر کنه. باز یگان دفعه استاد همین حق خدا بر اول نمره میده، میگه همین حاضری تو بگی. همین اول نمره که حاضری هم میگیره، کی را حاضر میکنه، کی را غیر حاضر میکنه. بدل خود کردن نمیتونه. همون قسم که استاد سوال میکنه، یگان دفعه باز ما اول نمره را گیر میکردیم که یگان طوری که دروغ رفیقای خود حاضر میکرد، باز میفتیم این چرا
حاضر کردی؟ پس شفاعت حق الله هست و برای بعضی از بنده های خود در روز قیامت میته، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، که اینا باز چی میکنن؟ شفاعت میکنن. پس ما لکم نیز برای شما من دونه بغیر از الله من ولی دوست ولا شفیع و شفاعتگری بغیر از که الله باز این حق برای کس بته یا دوست را الله براتون نصیب بکنه. افلا تتذکرون، چرا شما پند نمیگیرین؟ یدبر الامر، الله متعال تدبیر میکنه امور را، من السماء، از آسمان، الی الارض، تا به زمین، ثم یعرج الیه، باز بلند میشه. یعنی مالکی توحید در چی هست؟ در تصرف هست. تدبیر امور در آسمان ها و زمین مربوط الله هست. دیگه این گپ باز نزن که کابل فلانی نگاه میکنه و جلبات فلانی نگاه میکنه و مزار فلانی. الله میگه یدبر الامر، الله هست که تدبیر امور میکنه از آسمان ها تا زمین. ثم یعرج الیه فی یوم، باز بعد از این بالاخره بالا میره و تمام آنچه که در اینجا هست در روزی که مقداره 1000 سنه، یعنی یک روز پیش الله چند است؟ 1000 سال است. مما تعدون، از آن چیزی که شما حساب میکنین. ذالک عالم الغیب، ای به خاطر چی هست که الله عالم الغیب است و شهاده، هم امور غیبی رو میفهمه هم چیزای آشکاره. العزیز الرحیم، ذات با عزت و غالب است و ذات با رحمت است. الذي احسن كل شيء خلقه، الله متعال الذي، ذات است که احسن، بسیار نیکو ساخته هست، کل شیء، هر چیز را، خلقه، که او آفریده هست. و بدأ خلق الانسان من طین، الله متعال باز مخلوقات خدا زیباترین، شفافترین، با کرامتترین مخلوق خود از چی پیدا میکنه؟ از یک گلی که او را که کس باید بگه همین توتا گل بخور نمیخوری. اما ماشاءالله انسان چقدر زیبا هست. الله متعال قدرتش است که خلق کرده این انسان از خاک، از گل. ثم جعل نسله، سپس باز اصل انسان از خاک گل شد. نسلش از چی شد؟ من سلالت، از سلولها، من ماء مهین، که در یک آبی که او بسیار مهین و تحقیر شده هست، پیش شما بسیار حقیر معلوم میشه. ثم سپس سواه، اینمی انسان مساوی ساخته. و نفخ فیه، و دمانده در آن، من روحه، از روحی که مخلوق با عزت الله هست. اینجا این اضافت چی میگن؟ اضافت تشریفی. وقتی که یک مخلوق الله به طرف خود نسبت میده، بعضی از فلاسفه، بعضی مردم های بیدین که است گپ نمیفهمه. بعضی اوقات یگان شاگردا پیش ما میاد میگه استاد دمی انسان که از روی الله هست، روح الله هست. در حیوانات خیر روح کی است؟ نه خیر، روح مخلوق است. ای که در اینجا گفته است منظور از این است که روح الله در مخلوق نسبت داده شده است. خود روح و جسد به الله نسبت دادن ناروا است. روح مخلوق الله است. عالی مخلوقه وقتی که به خود نسبت میده، به حساب چی نسبت میده؟ به حساب عزت و تشریف. مثل که الله متعال خانه کعبه که سنگ و سمت است، تکه هست. عالی رو وقتی که بیت الله میگه به این معنا که بیت مخلوق الله هست لکن با عزت است. از این خاطر الله این مخلوق به خود چی گفته؟ بیت الله. الله خب به خانه نیاز نداره و یا کل خانه ها خانه الله هست. یا شتر صالح علیه السلام چرا میگه ناقة الله؟ به خاطر از اینکه این ناقه است، این شتر است، لکن چون معجزه هست مخلوق با عزت شد، به خاطر که معجزه هست ناقة الله گفت. روح انسان هم چی است؟ مخلوق است، چون با عزت است پیش الله، عزت زیاد داره. این الله به طرف خود چی کرد؟ نسبت کرد، نسبت تشریفی. از این خاطر در ترجمهش دقیق باشن که ثم سپس همین مخلوق، همین انسان سواه و مساوی ساخت. و نفخ فیه، یعنی اعضای بدن از این کاملا به شکل مساویانه خلق کرد. حالا مثلا ما و شما متو مساوی در حرکت هستیم. یک طفل است مثلا وقتی که خورترک است پایکایش هم تو نونوگک خورترک است. حالا اگر شکم از این کلان میشد، کلش کلان میشد، پایایش مساوی هم تو بالا نمیرفت، باز مجبور بود خودش نکته پایکایش هم تو کارتونی واره خورد روان می بود.
از این خاطر مساوی هست. هر قدر که جسم کلان میشه پایه‌اش هم قوی میشه که باز این پایا توانایی زیر داره که جسم از زیر چی کنه ورداره. از این خاطر الله متعال امی انسان هم تو مساوی اعضای بدنشه. تو مساوی نیست که مثلا چشمش قاعده کوری پایش ساخته باشه. این قسم مساوات نیست. یعنی مساواتی که به مو قسمه که اعضای بدنش هست اما تو پای برش شده که امی اعضای بدن چی کرده بتانه حمل کرده بتانه. پس الله متعال میگه سواه و ایر مساوی چی کرد ساخت و نفخ فیه و در این نفخ کرد من روحه از یک مخلوق خود که نام از اون مخلوقش چی است روح است و این مخلوق بسیار عزت داد به خود نسبت داد گفت که مخلوق با عزتش و جعل لكم السمع همچنان الله متعال خلق کرد بر شما سمع حس سامعیتان را و الابصار حس باصره و چشمایتان را و الافئده و قلبهای شما را قلیلا ما تشکرون. لکن شما مشکلتانی است که بسیار کم شکر الله را میکنید. یک روز هم از قلبت شکر نکردی باز وقت تکلیف قلبی پیدا کردی باز خوب خیزک میزنی دیگه میگی تا صبح خوابم نبرده بود حال که جور است هیچ دیگه شکر نمیکنی. و قالوا و گفتن اذا ضللنا وقتی که ما گم شویم فی الارض در زمین یعنی ما بیخی همی ریزه شویم خاک ما را بخوره این نال فی خلق جدید آیا باز ما اثر نو پیدا میشیم بل هم بلقاء ربهم کافرون. میگی سوالا را به خاطر ازی میکنن که اینا با ملاقات الله کافر هستن. قل بگو یتوفاکم شما را وفات میته روح شما را قبض میکنه به امر الله ملک الموت الذی او ملک الموت که وکل بکم موظف شده از طرف الله متعال بکم بالای شما ثم الی ربکم ترجعون باز به سوی الله پروردگارتان شما مراجعه میکنین. ولو ترى باز در اون صورت وقتی که ببینی اذل مجرمون در اون حالت باز مجرما را میبینی که ناکسو رؤوسهم عند ربهم که باز سرهای خود خم ساختن. نکس چی را میگن یعنی خم کردن سرفگنده هستن عند ربهم به پیش کی به پیش ربشان باز میگن ربنا باز وقت دیگه میگن ربنا ای پروردگار ما ابصرنا ما دیدیم و سمعنا و شنیدیم فرجعنا آل ما را دوباره به دنیا رجوع کو پس ما را بگردان نعمل صالحا باز ما دیگه بخیر اعمال صالحه میکنیم انا موقنون ما یقینا که آل یقین پیدا کردیم. الله متعال میگه که ولو شئنا اگر ما میخواستیم لآتینا میدادیم کل نفس برای هر نفس هداها هدایت اجباری ولکن حق القول حق شد سخن پیش ما منی از ما لاملأن که ما پر میکنم جهنم را من الجنت از جنهای کافر و بیدین و الناس و از انسانهای کافر بیدین اجمعین تمامی. از این خاطر بر از اینا هدایت اجباری نیست ایمان اجباری نیست مسلمان شدن به زور نیست بلکه چی است بر از اینا اختیار دادیم. فذوقوا بما نسیتم الله متعال میگه آل بچشین به سبب آنچه که شما فراموش کردین لقاء یومکم هذا ملاقات امروزیتان را انا نسیناکم الله میگه ما هم شما را با عظمت و قدرت خود فراموش کردیم و ذوقوا عذاب الخلد امروز دیگه برین برتان جنت پیدا کنین برین برتان راحت پیدا کنین بچشین عذاب همیشگی را بما کنتم تعملون به سبب آنچه که شما عمل میکردید. انما یقین داشته باشین که یؤمن و ایمان می داشته باشه به آیاتنا به آیات ما الذین او کسانی که اذا ذکروا بها که وقتی که نصیحت شدن به ای خروا سجدا می افتن به سجده و سبحوا و تسبیح میگن به حمد ربهم به حمد پروردگارشان و هم لا یستکبرون و اونا تکبر نمیکنن. سبحانك الله.